آقای غزنوی شما توی غسال خونه روی سنگ غسال خونه یهو زنده میشی. من از همینجا شروع میکنم. درست تو اون لحظه چه حسی داشتی؟ حالت چطوری بود؟ حالم والا چجوری بگم، حالم چجوری بگم، یه جوری بود من ریدم به خودم. چیز بیادری هست زنده بود. ازا میخندی؟ این حرفای ازش چیه شما میزنی با من چیکار کنم؟ من یه دفعه استرسی شدم، حواسم نبود برنامه ایناست که پخش میشه مستقیم. رضا اینا رو کجا پیدا میکنی؟ این چیه؟ سیگار میکشی؟ سیگار میکشی؟ اینجا قهوه خونه است؟ ببین عصبانی نشو علی، بگو آنتنو بدن درستش با رضا ولمون کن تو رو خدا، نخندت دقیق. آقا اینجوری چه طرز برخورد با مهمانه؟ من اصلا احتیاجی به برنامه شما ندارم که. ببین آنتن زنده است، فوش میدی؟ قبول دارم، نه اصلا حرف زشته. عزیز من فقط سوالای منو جواب بده. سلامتی.